آقا برای شما نمیدونم سوال شده یا نه، که قطعا براتون سوال شده. یه لحظه. اینا کیان؟ بعد چرا از الکس و استیو کرکترهای اصلی ماینکرافت زیادتر شدن؟ خب دو تا تئوری هست که اینجوری میگن. اولین تئوریمون اینه که میگن فکت اول میگه که الکس و استیو کنار هم خوابیدن و مثل ویلیجرها و دیگه ماوها تولید مثل کردن و این کرکترها را به وجود آورد. حالا میگیم اینجا خود وله نمیشه. حالا فکت دوم مثل فیلم سینمایی که تا مال ماینکرافت بود تازگی آمد، ما دیده بودیم که استیو قبلا از طریق یه مکعبی وارد دنیای ماینکرافت شد و بعدها کرکترهای دیگه وارد اونجا شدن. خب حالا نظر شما چیه؟ حتما داخل کامنت ها به هم بگید. ازتون ممنون میشم. کانال رو ساب و لایک یادتون نره.